توی این پست میخوام بهتون آموزش بدم که با 30 سانت پارچه برای خودتون کلاه فرانسوی بدوزین. برای الگوی این کلاه ما با یک مستطیل احتیاج داریم که طولش 22 سانت و عرضش 13 سانت باشه. وسط 13 سانت رو به دست میارم و یک خط صاف میکشم به این شکل. از پایین به اندازه 10 سانت بالا میرم و دوباره یک خط میکشم که به این خط به 2 تا 6.5 سانت تقسیم میشه. این اندازه‌ای که بهتون میگم فری سایزه و برای اکثر افراد مناسب هستش. حالا میام از خط پایین به اندازه 4.5 سانت به طرفین حرکت میکنم و از روی اون خط 10 سانتی هم که بالا رفتم از پهلوها 1 سانت داخل میشم و علامت میزنم که 5.5 سانت برای من به این شکل باقی میمونه. حالا این دوتا علامت رو از پایین به هم وصل میکنم، از بالا هم به خط وسط کادرم وصل میکنم. حالا میام این قسمت رو هلال میکنم و از خط وسط الگو رو تا میکنم که برشمون دقیق و درست در بیاد، چون قراره که این تیکه ها رو به هم بدوزیم و دقیقاً باید مثل هم برش بخورن. خب به این شکل الگوی ما با این ابعاد آماده است. حالا باید بندازیمش روی پارچه. روی دلای باز پارچه میندازم. من به 4 تا تیکه احتیاج دارم که توی دلا برش بخوره و در مجموع به 8 تا تیکه از این الگو برای کلاه احتیاج دارم. نیازی به گذاشتن زاپاس هم نداریم چون زاپاس روی خود الگو محاسبه شده. به این شکل تیکه ها رو برش میزنم. میتونید آستری بچه‌ها بدوزین، میتونید هم ندوزین. من برای این کارم آستری در نظر گرفتم که کارم شکیل تر در بیاد. ببینید یکی از همین تیکه ها رو شابلون کردم و برش کارم رو زدم. برای برش آستری رو هم مثل خود کلاه ما به 8 تا تیکه احتیاج داریم که 4 بار روی دلای باز پارچه برش میزنیم. به این ترتیب آستری ما هم آماده شد. خب شما اگر جنس آستریتون مثل جنس آستری من جنس مرغوب و خوبی باشه، میتونید حتی یکی در میون بدوزین کارهاتون رو. ببینید آستری من جنس خیلی خوبی داره و حتی میتونه به عنوان پارچه اصلی ازش استفاده بشه. الان این 8 تا تیکه آسترمون، این هم 8 تا تیکه پارچه اصلیمون. ببینید به این صورت میتونید یکی در میون بدوزید و یک مدل ایجاد کنید. حالا میام دوتا روی هم میذارم. زاپاس رو قبلا توی اندازه ها براش در نظر گرفتم. با زاپاس 1 سانت شروع به دوخت میکنم. ببینید این 1 سانت آخر رو نمیدوزم که علامتش رو زدم. از پایین شروع میکنم به دوخت تا 1 سانتی که علامتش رو زدم. این قسمت رو اصلا نباید بدوزید، چون اگه بدوزید بالای کلاهتون نوک‌تیز در میاد. از روی درز دوختمون ببینید یه دوخت تثبیت کننده میریم که البته روی کلاه من چون ته داره نشون نمیده. هر دو طرف زاپاس رو به این شکل میخوابونم و یک دوخت تثبیت کننده بهش میزنم، چون ایستایی کار من رو خیلی قشنگتر میکنه و یک حالت زیبایی هم داره. حالا دوباره میام 2 تا تیکه بعدی رو هم به همین روش میدوزم و روی هم میذارم و از یک طرف دوباره با همون زاپاس دوخت تا 1 سانت مونده به آخر کار میدوزم. پس الان من دارم اون 2 تا تیکه رو روی هم میذارم و میدوزم که یک طرف کلاه من که 4 تا تیکه باشه به این صورت آماده میشه. به این شکلی که توی تصویر دارید میبینید. الان 4 تیکه رو به هم وصل کردم. دوباره این قسمت هم دوخت تثبیت کنندش رو میزنم به این شکلی که توی تصویر دارید میبینید. حالا باید یه دونه بندینک برای بالای کلاه هم درست کنم که حالت تزئینی بهش وصل کنم. اینجا رو که میبینید 4 طرف رو به هم وصل کردم. روی یک طرف کلاه میدوزم به این شکل. بندینک رو اون قسمت ثابتش میکنم و دوخت میرم روش که محکم بشه. حالا اون 4 تا تیکه بعدی رو ببینید رو به روی کارم میذارم و از یک طرف شروع به دوخت میکنم و دور تا دور کارم رو میدوزم و حالا کلاه من که در مجموع 8 تا تیکه است آماده میشه. ببینید بچه‌ها شما میتونید توی همین مرحله استاپ کنید و آستری نزنید، ولی خب اگر آستری بزنید ایستایی زیباتری داره کارتون و کارتون خیلی شکیل تر میشه. خب وقتی که شروع به دوخت کردم ببینید قسمتی که بندینک هستش روی دوخت مجدد میرم که بندینک هم محکم و ثابت سر جاش بمونه. خب حالا دوخت کلاه من تموم شد. میرم سراغ آستریش. ببینید بندینکم هم حالت تزئینی داره. برای آستری میام پایین آسترم رو 1 سانت کوتاه‌تر از قد کلاه در نظر میگیرم و مثل کلاه دوباره از پایین شروع به دوخت میکنم تا 1 سانت مونده به انتهای کارم. دقیقاً مثل پارچه اصلیش یه دوخت تثبیت کننده هم برای قسمت آستر براش در نظر میگیرم. زاپاسا رو به طرفین میخوابونم و روش
دوخت تثبیت کننده رو انجام میدم. پارچه آستری من ببینید چون ساده هست، وقتی دوخت تثبیت کننده رو که روش میرم، زیبایی این دوخت تثبیت کننده خیلی بیشتر خودش رو نشون میده. خب آستریمون رو هم دقیقاً مثل خود کلاه آماده میکنم. بعد میام یه نوار به پهنای 6 سانت و طولش هم به اندازه دور سرتون، مثل زمانی که هد به پیشونیتون میبستین همونطوری متر رو دور سرتون بذارید و اندازه بگیرید. یه زاپاس دوخت 1 سانتی هم میتونید براش در نظر بگیرین. سر و ته کار رو به هم وصل میکنیم و حالا میخوام وصل کلاه هم بکنم. ببینید به رو تا میکنم این نوارم رو و میذارم روی کلاهم. کلاه من، لبه کلاه ما بزرگتر هستش، به خاطر همین من اومدم اینجا یه پای دوخت دور تا دور کلاهم رفتم و کارم رو چین کش کردم که به اندازه این نوارمون که اندازه دور سرمون هست بشه. به این شکل میام با سوزن ثابتش میکنم. ولی خب قبلش باید چین ها رو قشنگ مرتب بکنید که همه جا یک نواخت چین بخوره. بعد از اینکه نوارم به کلاه ثابت شد با سوزن، شروع به دوخت میکنم، میبرم زیر چرخ و شروع به دوختش میکنم. به این شکل دور تا دور کلاهم رو میدوزم. پس ببینید بچه‌ها، وقتی که چین کش کردم تازه کار من شکل‌تر و خوشگل‌تر هم در میاد. خب به این شکل نوار رو دوختم. شما میتونید بچه‌ها اگه دوست داشته باشین پهنای نوار رو حتی بیشتر هم بگیرین. حالا آستری رو هم که از قبل آماده کرده بودم، 8 تا تیکه آسترم رو که به هم وصل کرده بودم میام میذارم رو به روی کارم. ببینید خود نوار رو به سمت روی کلاه تا کردم، گذاشتم، یعنی ما بین آستر و روه. حالا میام برش ها رو دقیقاً روی برش ها فیکس میکنم. اگر دقت کنید ببینید لبه آستر رو چون پای دوخت نرفتم و چینکشش نکردم از کلاه من بزرگتره، هیچ ایرادی نداره. شما به این شکل فقط برش ها رو روی برش ها وصل کنید، هم میتونید یه پای دوخت برید و چینکش کنید مثل روه، ولی من میخوام اینجا دقیقاً وسط قسمت های برش ها رو حالت پیلی ایجاد بکنم. به این صورت شروع میکنم به دوخت. ببینید این قسمت ها رو یه پیله های کوچولو کوچولو بهش میدم و کارم رو شروع به دوخت میکنم. به همین روش تا انتها میدوزم تا 7-8 سانت مونده به انتهای کارم که یه جایی رو، یه فضای باقی بمونه که بتونم کلاهم رو برگردونم و قلفتیش بزنم. پس متوجه شدین چرا این پیله ها رو میدم؟ چون یه مقدار کلاه رو چینکش کرده بودم که اندازه نوار دور سرم بشه. ببینید 7-8 سانت رو ندوختم. این قسمتی رو که دارید میبینید دقیقاً بازه. حالا کار رو برمیگردونم. یه مقدار باید زمان بگذارید برای برگشتن کارتون، ولی پایان کار نتیجه خیلی زیباست. اون مقداری رو هم که ندوخته بودیم باید خودتون با دستتون پس‌دوزی کنید. ببینید کار که برگشت، دقیقاً این قسمتی رو که باز هستش رو ببینید با دستتون پس‌دوزی میکنید. به این ترتیب کلاهتون آماده است. بدوزین و بپوشین و لذت ببرین. مرسی که حمایتمون میکنین.